غلو برای توجیه شرک. تنها کسی که حدیث را شیخ صدوق قدس الله سره در امالی نقل کرده است، تنها کسی که وقتی به دنیا آمد خدای منان فرمان داد به ملائکه جهنم را خاموش کنید، حسین آمده. تنها کسی که وقتی به دنیا آمد خدای منان به مسئولین بهشت فرمان داد بهشت را زینت کنید، حسین آمده. تنها کسی که به ملائکه فرمان داد صف بکشید، سبوح قدوسون بگید و بگید ماشاءالله با این مخلوق، حسین است. تنها کسی که خدای منان به حورالعین فرمان داد، تنها کسی که در ولادتش خدای منان به حورالعین فرمان داد خودتون را زینت کنید و صف بکشید و آماده برای عروج روح مطهرش باشید، حسین است. جایگاه امام حسین رضی الله عنه بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست، اما آنچه این آخوند درباره مقام امام حسین رضی الله عنه بیان می‌دارد غلو و افراد در جایگاه ایشان است که هدف آخوند از بیان این سخنان توجیه شرک‌ها و بدعت‌هایی است که به نام امام حسین رضی الله عنه انجام می‌شود. این آخوند با چنان آب و تابی می‌گوید امام حسین تنها کسی بوده است که این موارد برای ایشان اتفاق افتاده است که شنونده گمان می‌کند هیچ شخص دیگری در میان انسانها در درجه و مقام به ایشان نرسیده است. آیا امام حسن رضی الله عنه در درجه و مقام از امام حسین بالاتر نیست؟ آیا درجه و مقام امام علی رضی الله عنه از درجه و مقام ایشان بالاتر نیست؟ آیا جایگاه و مقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از درجه و مقام امام حسین رضی الله عنه بیشتر نیست؟ به نظر شما هدف این آخوندها از بیان این روایات ساختگی و دروغین چیست؟ آیا غیر از این است که این دزدان جان و مال و ناموس مردم تلاش دارند تا با بیان این روایات دروغین و غلو در شأن امام حسین رضی الله عنه شرک و دزدی و جنایات خود را تحت نام ایشان توجیه نمایند؟